کلینزمن توی رختکن، من اینو میتونم بگم که تو ذهنم هست. به بازیکناش گفته بچه‌ها باید نقش بازی کنید. نه من نمیپذیرم. آقای خیابانی و خوبم بازی کردن. دیشب من خوبم بازی کردن. آقای حمید درخشان استاد باشه، با احترام میذارم به نظر شما. هم نظر شما، منم احترام میذارم به نظر شما. ولی من نمیتونم بپذیرم یک سرمربی به نام یورگن کلینزمن آقای خیابانی بره توی رختکن به بازیکن‌های تیم ملی کره که اکثریتشون دارن تو اروپا بازی میکنن بگه بچه‌ها این بازی رو کمکاری کنید، این بازی شل کنید. اصلا نداریم آقای خیابانی در دنیای فوتبال. داریم، دیدیم که داریم دیگه. آقا شما میگید گفته، آقا یک دوربین بیاریم وی آر نگاه کنیم. آقا دوربین چیزی باید باشه. آقا جواد، ما مجری زبان بدن رو کاملیم و مسلطیم. آقای جواد از روی ادبیات زبان بدن کلینزمن به این جنبندی رسیده و هم نظر شما قابل احترامه، هم نظر آقای عزیزی. ما میخوایم 5 دقیقه گفتم، الان 10 دقیقه شد. من وقت نه از زبان بدن یعنی آقای خیابانی رو فهمیدی که کلینزمن توی رختکن کنار زمین، نه تو رختکن، خیابانی نوستراداموس. من زبان تا قبل از امشب پدر پیشبینی برنامه 2023 شما بودین. پدر اینی که 2000 فروختی ما رو دیشب به آقا جواد شما بودی. پدر نوستراداموس پدر. حالا خودت امشب منو فروخته، طرفدار نه آقا یه شب در میونه دیگه. یه شب در میونه. من خدا وکیلی نمیخوام طرفداری کنم، ولی چون میخوام بحثو جمع کنم، هم آقا یه جواد شب در میونه. آقا مجید آقای توتون چی؟ آقا مجید تحویل